توی این جزیره نه قطعش کن. توی این جزیره 3 تا جعبه قایم شده و هر کس بتونه حتی یه جعبه هم پیدا کنه برنده این مسابقه میشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم تو کارش. شرکت کنندگان عجیب هپی چاکریم. پاک و هر کسی سرنخ داده میشه تا بتونه جعبهش رو راحت‌تر پیدا کنه. خب سرنخ من اینه که زیر درخت جعبم خیلی آسونه. خب این چیه مادر جان؟ اگه برندشی با پول جایزه چیکار میکنی؟ میدمش به بابام چون برام خیلی زحمت کشید. وقتی بچه بودم منو حامله شد. او خدا چی گوگلی؟ بیا دیگه. دارم میام. شبم توی قاره اصلا اشکالی نداره. من از سرکی نمیترسم. خدا تاریکه. نور اینجاست. میدم به خیریه تا در راه درست ازش استفاده بشه. Oh my god. تو دریا ممکنه پری دریایی گولمون بزنن. باید حواسمون باشه. من همه جا رو کندم چرا هیچی نیست. خدایا پس کجاست؟ وای خیلی ترسناکه. چرا کشتیش؟